بچید هزاران بار شکر خدایا یافتنش آسان بده است. خدا از آن مردی که به من راه را نشان داد راضی باشد. این مردی فریبگر منو فریب داد. این مسجد در اینجا بوده است. خیلی میلش جماعت مرا انتظار است. بله محترم جماعت، بعضا در باره شخصی دوست داشتمون، شخصی که در جستجویش هستیم، دروغ هم باشد یکم خبرشو شنویم چی کارهایی نمیکنیم. عیناً مانندی حکایه‌ای که از این دفتر به شما میخوانم، گوش کنید. با مولانا درباره شمس تبریزی یک خبر دروغ آوردن. با آن شخص دروغگو مولانا طلا داد، در حالی که این آدم دروغ گفت. من این طلاها رو با او دادم. اگر او راست میگفت آنگاه من جانم رو میدادم. بله جماعت مسلمین، بعضا انسان برای به دوست داشتنش رسیدن چی کارهایی را انجام نمیدهد در این راه. وقتی او را یافتن او را آغوش گرفته تو رو یافتم گفتن نمیتواند. از همین سبب این دنیا دنیای امتحان است. جماعت گرامی این رو فراموش نکنید. دیگر نیام میکشم، میفهمی؟ من گفتم باز میگم که تو همسری من هستی، تا آخری عمر همسری من هستی. یک طلاق دیگر مونده است، طلاقت نمیکنم. تو نمیفهمی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با خدا او رو کشتی. احمد جان خوب هستی؟ احمد جان زود رفته تاکسی رو بیار. من دلیشم تو تاکسی بیابو. زود گفتم خیر، زود تاکسی رو بیار. تاکسی بیا یاردم که من داریمش. زود با ببر خونه بریمش. بیا من پرداریتا دادی رسا. سلامت باش. ماشاءالله معلوم است که همه شب را خوب گذرانده است. چی کار میکنیم؟ همین خیلی خاموش میستیم. احمد جان از اونجا نمک رو دهید لطفاً. البته دکترم. مرحمت گیرید. تشکر احمد جان. در نبودن من یکون گپ شد. میلیس جان قلنفو رو با من میدی؟ چیزی با تشکری زیاد. من امروز بسیار در هیجان هستم. یعنی امروز برایم روز اولی حیاتی نبود. از همین سبب سمی کاری نوت مبارک باشد پسرم. تشکری زیاد باشم امان جان. تشکری زیاد. برای کو برا. سلام. او عزیزم خوش اومدی. خوش باشی. چرا آمدنت رو خبر نداری؟ سورپرایز کرده نمیتوانم عزیزم. کرده میتوانی عزیزم. کاری خوب شده است. وقتی آمدم به مرکز تشخیصی در اومدم، نتیجه ها بر اومدند. یعنی اش دکترم برای صاحب کودک شدنمون یگان مانع نبودنش را گفتند. جانکم
عزیزم. کمی دهانت رو کشو. انا همین خیل. سلام خانم دکتر. مرحمت دوملو. من برای تشخیص اومدم. دوملو اما من دکتری کودکان هستم. درست، شما دکتری کودکانه بودید ها؟ هر انسان از دوران خردیش یک اون بیماری دارد ها؟ ندانم، بیماری گل و غیره ها میگویند که از قدیم بودند. دوملو چگونه بیمار هستید؟ هیچ چیزی نیست خانم، هیچ چیزی نیست دکتر. شما کارتون را دوام دهید. ماشاءالله، افتخارنامه ها را بین. خواهر عزیزم، مگر تو اینقدر باسواد بودی دختر؟ جوانی من. برای کار. روز بخیر. روز بخیر دوملو. روز بخیر مبارک. احوالتان خوب است؟ شما چی؟ من هم خوبم. با خدا خانم بیتول رو بسیار خوب با بوی رساندید. با آدم یاری میرساند. بسیار خرسند است. قلبی بسیار پاک دارد. دخترم خودش رو انکشاف داد دوملوزیو. من اونقدر یاری هم نکردم. نه این خیلی نگوید. معلوم است که در خیرخواهی به شما رفته است. تشکری زیاد. خدا راضی باشد دوملو. از شما هم. روزتان بخیر. روز شما هم بخیر بود. خواهر مرا یتیم و بی پرستار نگذاشته با ویا رساندید کن. من هم شما را تنها نمیگذارم. اکنون آیله من شمایید. تا بازدید خواهرکم. بیا سمی. زورو جون کمی ناراحت میکنم اما امک اکرم زنگ زده گفت که با تو به خرید کنی رویم. معلوم امر از بالا. مایلش پس بعد از نصف روزی به جای که خواهی میروی؟ مایلش من میبرایم در اونجا وا میخوریم. زورا جون از کجا برآمدین خرید کنی؟ نمیدونم، بابایم خواست است. ها؟ خوبش من به دوملا زنگ زده میگوید بعد از آمدن سمی او تماما دیگر شده است. باز حالا گپ میزند، جماعت میبیند، اعتبارم پس میشود. آفرین زورا جون. بعد از اویلداریتون او رو همین خیل پرسپوس کن. زود زود زنگ زن. زنگ نزنم؟ زنگ زنم؟ زنگ نزنم؟ زنگ زنم؟ زورا جون زنگ میزنی؟ همین حالا زنگ زدن نمیخواهم، وقتی نماز است. ها؟ یکی اگر نمازشو برم. وقتی نماز است مگر؟ خیر زنگ زده از اون میپرسم تو هم همراه ما میروی بخری؟ بیایم عجبو. بیا عزیزم آرام میشویم. مایلش میرویم. احتیاط باش. برادر وضعیت امام وقتجونه. ایمو بوشه طور. تو چه خیلی گپ میزنی شوکت؟ هیچ چیز نمیفهمم. چی شد آخر؟ چه خیلی نمیفهمی؟ مرا به بیمارخانه روان کردی گفتی رو وای رو بین کو. با امام یگان چیز رخ داده است؟ نه هیچ چیز نشده است. یعنی حاضر هیچ چیز نشده است. جماعت گفته از بیمارخانه گریخته است. یا توبه، من نمیفهمم. یک امام دولت رو به چنین حال گرفتار کردیم. گناهش در گردن انتهای برادر. من متاسکلایم مویکه برام. Asalak dam açtım hozi burum zangıd mezan. استاد وقتی نماز خواندن تلفنت زنگ زنه جواب دهی نمازت بریده میشود مگر؟
البته بریده می شود. آن نماز نمی شود اجری. ای جماعت، در وقت نماز تلفن هایتون رو خاموش کنید آخر. نماز میخوانیم یا موسیقی گوش میکنیم. ای بس آخرین خیل نکنید. خیر. لبای خانم زهرا. دامولازیو انشالله که نمازتان را نبریدم، گرچندی که وقتی نماز را دیده زنگ زده ایستادم. نه نبریدید. رحمت، بسیار حرمت میکنید. ما بعد از نصف روزی با دوستانمو به بازار میرویم. این را باید گفتم. سمی با شما میرود؟ بله. من هم میآیم. در کجایید؟ ها مالش. سمی. برای زهرا رو تنها نگذاشتن تشکری زیاد. تو نمی اومدی من با این قدر دختران چیکار میکردم؟ تو چیکار کردنت رو خوب میدانی. خودت رو در اینجا نشان نده احمق. زهرا بین این رو بسنج با تو میزبد. در اصل این کرته با تو میزبد سمی احمق. بله زهرا، از بینمون با تو بسیارتر میزبد. این کرته زیباتر است. آن بسیار کشود نیست مگر؟ به فکرم بسیار کشوده است زهرا جان. امی خیلی؟ نه نمیشود، به من نمیزبد. با فکرم با تو میزبد. تو چی میگوی دامولازیا؟ با زهرا نمیزبد. با خدا کرته رو زهرا میپوشد. از همین سبب انتخاب او مهم است. گپ ما بیفایده است. امی خیلی سمی جان. زیا جان این چه خیل است؟ با فکرم به تو میزبد. با فکری من دامولازیا آن رو نمیپوشد و خیر میلش. نه من بیشتر کرته انتخاب میکنم از همین سبب. این در باشد انا اینش رو انتخاب میکنیم. سمی جان این کرته ها از مد رفتند. از راستی؟ بله. کرته هایی که در پایانشان خط دارن آنها حاضر در مود هستند. دامولازیا مکان مود اینجاست. این مودها رو امسال خریداری میکنند. نه جناب، این کرته های سال گذشته هستند. کرته های نومان انا در آن طرف هستند. مرحمت میتوانید بینید. نمیخوام. یک میسنجیدی. دامولا هم مودنی بوده است که سمی هم خوب شرمنده شده. من اکنون به دامولازیا شک شبهه ندارم. دامولازیا لبای به من در انتخاب لباس کمک میکنید؟ خانم اینقدر واهمه نکنید. من تنها مانند دیگران مودها رو پای میبرم. تمام. اینش میزبد. کنه بینیم چی؟ حاضر چی کار میکنیم؟ اول به کارخونه رفتن، بعد از اونجا به خونه میرویم. شب پا و یازده به خوراک شام خوری میآید. در اصل باید در کارخونه یک چند کارم رو حل کنم. بگو حال میکنی سمی؟ نمیشود این خیل، بعد مشکل میشود. این خیل میکنیم میلیس، من تو رو به خونه برده بعد به کارخونه رفته کارهایم رو حل میکنم. شب به خونه میآیم دخترها. اینطور باشد من هم با شما با کارخانه روم، هم یک قهوه می نوشم بعد با محله می روم. مرحمت. زهرا
این دامولو در حقیقت به سمی رشک دارد. یک لحظه شما رو تنها نمیگذارد. نه عزیزم، برای مردم محله غیبت نکنند گفته چنین میکند. عزیزم بسیار روزی خوب بود. برای همش تشکر. باز هم یک جایم می آیم ها؟ ولی دامولو با او بسیار مخول شد. یک گپ میگویم، در حقیقت دامولو زیو را از دست نده. بسیار شخصی زیبا است. او جنتلمنی حقیقی. هوشیار شو، از دست نگیرد. خیر باش عزیزم. تو باشید. خوب بونید. تو بازدید. اینها هم مانند سمی از یک ساعت بزار شدن بزار. دامولو شب به خوراک شام خوری می آید. اپام و یزنا می آید. یک بار شناس می شوید. مایلش من کوشش میکنم. اما چی نکنید؟ خانم زورا من باید زود روم، در محله مرا انتظارم. مایلش تو بازدید، مرحمت شما روید. مایلش دامولو زیادلو یا خدای توبه، این داملوزیان نیست مگر؟ ها او است. این داملوزیان مگر با این سمی احمق چی کار داشته باشد؟ او را به نزد من بیارید. مایل شکر. سمی اینجا بیا. اینجا بیا. تشکر. یا بسم الله. السلام علیکم اکا جان. تو با داملوزیا چی کار داری ها؟ باز از خفا یگان حیله دیگر رستی ها؟ نه اکا جان، استغفرالله. داملوزیا دوستی بسیار نزدیک من است. تو کی هستی که داملوزیا با تو دوستی میکرده است؟ داملوزیا بسیار قلبی پاک دارد. کدام وقتی که مشکلی هم پیدا شود او دوستیش را از من کنده نمیکند. آن اگر در کجا بوده است؟ مسئله پول رو چیکار کردی؟ در بین یک چند روز حل میکنم. آفرین آفرین. گوش کن، مانند داملوزیا بسیار دوستی عزیز داشته ای. توبه کن، فند و فریب را از برای پول شده یک طرف گذار. کمی آدم شو، میفهمی؟ آدم برکم شو. خانم زهرا، داملوزیا برای ما بسیار یک شخص محترم و عزیز است. هر خطاگیی که با او کردیم و میکنیم خدا ما را میزند. خانم زهرا، تو چی سفسطه میگویی ها؟ من گپایم را گفتم که سفسطه میگوید معلوم. این را فهمید بسیار خوب میشود. اکنون و هم باز گفتم مانم که تکلیفم را قبول کرده میتوانید. ای مردکی خوب، به تو من چند بار نگویم ها؟ ها؟ خانم سیلین در این باره چی فکر دارد؟ او هم نمیگوید. خانم سیلین، این چقدر تصادفی زیبا. احوالتان چی خیر؟ تشکر زیاد. مرحمت. گوش که اورس، اگر اکای کنعان با این دختر دل بندد احوالمون بسیار بد میشود. گفتمانم بچه چینگیز کم کم با سوالمون جواب میداد. تو چی دم تا گرفته ای؟ خانم زهرا، تکلیفم را حالا هم قبول کرده میتوانید. فکر کنید. رفتیم اکنون. این دیوانه حالا هم میگوید که تکلیفم را قبول کن. چی شده است تو دسته؟ زورا جان، اکنون بابا همان شناس شویم آخر در کجاست؟ می آید یزنا، او هم امشب می آید. بیاید، ما را سخت انتظار کرد.
ها گفتگی برین سمی تبریک میگویم در کارخانه زهرا به کار شروع کرده ای؟ ها همین خیل بسیار مجبور کردند من انیق برگشتنی بودم اما که اکرم و زهرا به این کار سبب شدند اولی جناب کو؟ این چه خیل گپی سرم به زهرا هم یک شخص با اعتماد لازم بود همینطور نه؟ رحمت سردارم زهری تنه چه بخوردگی لوی سردارم شوخیت کردم آش شود آش شود تو در اینجا چی میکنی؟ مهمان آمده است پس نزنید با این یگان جای دید شیند بیا دوستان بیا خوش آمدید تشکر زیاد خوش آمدی ای میزنه کم خمی ترسم که اشتیای تو خانم سیلنچ خیل هستی نمک یگان کس است که کمک خواست قلنفور با فکرم ابخوتت گرمه پوفوش کنم به عقل ولی به عقل نشونه نیتوانی بیست اونم چند وقت شد پرسیدنی بودم شخصی که زهرا را از دست مافیا نجات داده بود وای سیاه بود کو چی بود؟ زاغ سیاه زاغ سیاه تمام بسرم نامد چی شد او را دستگیر کردید؟ اولو نه جناب اما در وقت کوتاه‌ترین دستگیر میکنم اگر آن شخص را یابی به اینجا او را بیار من به او باید رحمت گویم نبیرم را نجات داد آخر به او رحمت گفتنی هستم خیر نباشد خوراک ما را خوردیم مزه دهانمان گشاده شد پس قهری ها را آشتی می دارانیم کنی قهری ها به اینجا بیایند آنها خودشون می دانند مرا انتظار نکنید زود بیایید شما هم نبیرم هم دخترانم می باشید من 3 دختر دارم هر 3 را دوست می دارم من می خواهم شما یکدیگر را دوست دارید و احترام کنید در یک خانه قهری بودن ناممکن است حالا باشد یکدیگر را آغوش گرفته آشتی شوید اما اگر شما آشتی نشوید در دهانتان فراوجا و میرزم فهمون؟ دیگر در این خانه جنگ و قهرگی بودن نمیخواهم تمام؟
تشکری زیاد. با خدا علمون کرده؟ مایلش نبود. خانم سلین شب نشینی با شما تنگی نکرد؟ حیات چقدر شیرین است. همین خیلی است؟ نه نیست. میگم همین شما در بین مردم زیاد خودتون تنها حس میکنید. چه خیلی است که می تنهایی رو از من ببرید؟ یعنی تو قرار داده ای شب تموم نشده همه گپ رو پی هم میگویی ها؟ نفهمیدم. بازم این رسم. این روزای گذشته این رسم از کجا با کجا آمد؟ او یک سرود است که رفتم دوره بیم و باز آینده روان په عینا نمیخیر است. زاغ شو رسم رو با اینجا آمد. همه شما فکر میگه که این رسم اکاونال پیدا کرد، نه که خطا میکنید. این رسم زاغ شو با اینجا آمد. تو چی میگویی ها؟ چی جناب؟ شما گپای ما را گوش میکردید؟ این رسم را کی یافت گفتی تو؟ رسم تمام. من یک آدم کسلی بیسوادم. ای دهنم هر خیل گپ میبرویم. کم کم پریپت کردارم. کاری که نشده از پیش خودم دروغ گفتن میگیرم. این حاضر دروغ گفتم بخدا. سردارم خسته طبقو بدبد نگاه نکنن. سردارم خاموش لبت خاموش. اونال این پسر چی میگوید؟ جناب از سبب کی بسرین ضربه زدن چی گفتنش رو نمیدونم. در اصل ما چی کردیم؟ این رو چی؟ اونال گپ را تاب نده. بله جناب بله. رحمت کلام. امروز 3 چوینک چای نوشید. بگذار نوشد. چی ضرر دارد؟ به فکر من زهرا داملوزیا رو دوست نمیدارد. این از کجا برآمد؟ با آدمی که دوستش نمیداری چرا ولادور میشوی؟ دخترم در این شبی تو چی میگویی؟ خدایا توبه. خانم سیول آنها مثل لیلی و مجنون هستند. تنها من نمیگویم. تمام محله میگوید که با اون آدم نقابدار علاقه دوستی داشته است. غیبت حرام است. من فکر نمی کنم که زهرا به دامولازیا خیانت کند. او هم مانند شما زنی به ناموس است. از تو پرسیدیم. تو در اینجا چیکار میکنی؟ از اینجا رفت که پلیس رو جیغ میزنم. زود رو. نمیروم. خانم سیول رو گفت. نشنیدی؟ نشنیدم. التماس شما کوردور نشوید. این دفعه عذر میپرسم خانم. از دوری نمیشنید است. من از نزدیکی میپرسم. کو بیا چی گفتنی؟ بیا. شنیدی؟ روشکه میمون. باز جنگ. بازیر پلیس رو جیغ میزنم. اونال تو چقدر توانستی این رو از ما پنهان کنی؟ ما گفتیم که دامادمان یادگاری آیلمان را یافته آورد و به آغوشش گرفتیم. تو ما را احمق کردی ها؟ حیف باد بر تو. مادامی که رسم مادری رحمتی دخترانم زهرا و حلی را یافته آوردی، من بعد من با افتخار میگویم که تو دامادی من هستی.
جناب در بین یک نافهمی بزرگ است. ما همش را فهمیدیم. متاسفانه کاش که هیچ چیز را نمیفهمیدیم. زاغ سیاه مدام که رسم را آورد، از او بسیار آدم خوب است و هم زهرا را نجات داد. اکنون او نجات دهنده عائله ما می باشد. اونل او را دستگیر نمی کنی، مرا شنیدی؟ بله جناب. خوب، یا اینکه اگر دستگیر کنی هم او را به نزد من میاری. قهرمانی من خیر، سپر قهرمانم. دیدی سلیم، رسم رو هم او یافته است. به خدا زورا جان بسیار حیران شدم. های سلیم، دلم تک تک زده است. چی کار میکنی؟ نرسو رو اینجا مکانی پدرت نیست که هر دفعه اومده مهمان ها رو ناراحت کنی. اپای مبرو یک طرف به کودک نفهمیده است. اینجا بیو. این کارو نکنی. پسرم عقلم تو نکن. پس اول دست نرسان. زود رو از اینجا برای خودت. گوش کن، تو رو آخران دفعه آگاه میکنم. به این مکان کای وقتی که خواستی اومده نمیتوانی، فهمیدی؟ تو از اینجا برکت رو پراندی. در برکت رو تو کردگی و فهمیدی؟ چی گپ است اینجا؟ از برای تو شده مهمون ها دیگر به اینجا نمی آین. تو دیگر به اینجا علاقه نداری. بین تو سوال دیگر چیزی نیست. تو میفهمی این رو؟ تو خودت کی هستی ها؟ موشی بیرون هستی اومده موشی دنو را پیش کردنی ها؟ فراموش نکن خانه تو در صغیر خانه است، فهمیدی؟ شخصی که با خواهر من این گپا رو میگوید از به دنیا آمدنش رو پشیمان میکنم. زود رو زود از اینجا رو، نباشد تمام این محله رو جمع میکنم. تو رو خلاص کردن مشکل میشود، فهمیدی؟ بس از تکنون این رو هم علکه نمیبخشی ها؟ بابا من هم نبین رو فهمیدم چیکار کنم. در تعجبم. من چند بار گفتم که از این آدم جدا شو. بین بسرمون چه آمد؟ بابا یک جان یک دقیقه مرا گوش کنید. یک جان با خدا شما خطا فهمیدین. بس وضعیت ما شما نمیفهمونو. دمت را گیر احمق، زود به بیرون برو. هیچ حیران نشدم. پس خاموش نیست. احمق، تو از من چی میخوایی؟ چی میخوایی احمق؟ چی میخوایی؟ صبرم، نفسم گرفت بخدا. نفس نگیر احمق، نفس نگیر. احمق نفس یکی میگیری، حیف است، حیف. ای احمق، مگر تو به حیات من یک قصد دارید؟ سردارم، من تنها به شما مهربانی میکنم. تو مرا محو کردی. ممکن است روی تو زنم از من جدا شود. آن روزی که تو را شناختم لعنت باد. من سردارم، اینطور باشد من از اینجا میرم. شما را دیگر ناراحت نمیکنم. استعفا میدم. من با کار اولم برمیگردم. خسته شدم. احمق، با من نگر. اگر یک بار دیگر بینم که با خانم به تو ناحرمتی میکنی، با خدا از به دنیا آمدن پشیمان میکنم، فهمیدی احمق؟ تو چه دامولا هستی ها؟ دامولایی که زبان تو بری رو میفهمد. تمام فهمیدم، با اینجا دیگر نمیگویم. تمام از اینجا نابود شو. مایش گم شو پیتوخ. دامولو
دامولو لبای خانم سیول، اگر خطا هم فهمید به شما یک چیز رو گفتن میخواهم. مرحمت خانم. درباره دوستتون شفقت. بخیر است؟ یگان کار کرد؟ بله، دایم به مکانی ما اومده بسیار نزدیک میشود. به زبانی خوب میفهمونم اما نمیفهمد. بینید خانم سیول، پیشتر هم به شما گفته بودم شوکت بسیار پسر خوب، قلبش پاک است. اما شما اگر ناراحت شده باشه من با او گپ میزنم. تشکر زیاد. اوه شوکت، تو من رو نزد مردم شرمنده میکنی. شبتون خوش. برای همه این نافهمی ها بسیار عذر میپرسم. گپ های فچ و بیمعنی به ما در کار نیست جناب کمیسر اونال. ما فهمیدگی ما رو فهمیدیم. خیر میلش. شبهای خوش بابا جان، غمگین نشوید. دخترم تو غمگین نشو، من هم غمگین نمیشوم. نمیارزد باز بسر این دختر چا میاری اونن ها؟ این گوشا باز چا میشنوند ها؟ هیچگاه من قصدن اویلم رو غمگین نکردم. باز چی خیل غمگین میکنی ها؟ چی قدری که توانستی غمگین کردی باز چی قدر دیگر غمگین میکنی؟ شب خوش عزیزم. شبهای خوش. حلق دهانم از غم خشک شده. این آدم مرا میکشد. این آدم قاتل من میشود. بابا جان لطفا خودتون رو غمگین نکنید. آدم به ما دروغ گفته است. ما باشیم او را یک قهرمان دانستیم. خیر مالا حقیقت کار را فهمیدیم اکنون چی کار کنیم بابا جان؟ کار شده از علاقه. لطفا کمی آروم شوید. شیم برادر چوی دیونه اشته نکی. شوکت زود خیز میروی. برادرم من میگم چوی گیزله شده بیا بنوشیم، تو میگی خیز رفتیم از اینجا. شوکت با تو گفتم خیز رفتیم. خیز زود باش. اپا ای 20 درم اگرین 80 درم سر میارم. کلاس باشی در دو زده؟ با تو میگم شوکت دیگر با مغازه شیرینی ها نمیروی. فهمیدی؟ از پشتی تو نمیقی احمق با اونجا چسبیده از برادر. فهمیدی؟ چیت میفوره تو دا فرقش چیه؟ میگویم که خواهرم در آنجاست. تمام. نمیخواهم که نمیک با خواهرم یگان ضرر رسانه. ای آخر علاوه بر این از پشت تو آن احمق هر روز مشکلی میکنه. نمیفهمی؟ آخر برادر چرا از سیوال دست نمیکشه؟ دختر تو رو نمیخواهد. نمیفهمی؟ یعنی آن دختر از بالای تو با من شکایت کرد. سیوال شکایت کرد؟ ها سیوال تو رو نمیخواهد. نفهمیدی آخر؟ او کی رو دوست میداره؟ شوکت کسی رو دوست دارد. با ما چی؟ من میدونم او کی رو دوست میدارد. از روز اول سیوال به تو چخیل نگاه کرد میدونم. به خدا که کاری تو هم بسیار مشکل است. از یک طرف زورو از یک طرف سیوال آشوه. ای شوکت تو چی گفتمت رو میدونی؟ من زهرا رو دوست میدارم. مگر خبر نداری که سیوال خاله بیتول است؟ تو چخیل گپ زده شده یا؟ این کارت عیب است. آخر حیف بود. میلش برادر من یک بچه بیناموس. حیف بود بر من حیف بود. وقتی که تو دوست داشتی بیناموس نه. وقتی که من دوست داشتم بیناموس ها؟ میلش برادر خدا نگهبانت باشد. من از اینجا میروم. باز تو رو شرمنده نکنم. ای احمق سرسده نگو. یبره گمشه. استاد یک سوال. هیچ سوال نپرس. سرپایم بیرون غضبم رو از تو میبرارم مدیر. یا خدای توبه. بخشش استاد. آه هجری آه چرا تو سرت رو پیش هر کس خم میکنی؟ گمش که دیگه نپرس اولایم یادم. حالا گپ میزنی ها؟ دامولوزیو لابا خانم بیتول چی گپ؟ شما چه خیل دامولوید من نمیفهمم. کمی پیش به نمی گپ های ناجا گفتید. حقارت کردید. او را در بین محل علت و کوب کردید. حالا باشد که هجری از همه آدمی که قلبش پاک است رنجانده روان کردید. شخصی که یک سوال دارم میگوید شما چه خیل رفتار میکنید؟ این چه خیل اخلاق است؟ گوش کنید. پیامبرمون میفرماید که با دشمنت هم معامله خوب داشته باشید. شما باشید چیکار کرده ایستاده اید؟ مگر این برای شما میزیبد؟
مرا فهمیده؟ چی گفته؟ من با کی گپ زده ایستادم؟ شما مرا شنیده؟ چیزی گفته باشه درست میگوید. حق است خانم بتول، درست است. راستش را گویم من در حیاتم مثل شما داملو ندیدم و نشنیدم. به خدا من هم در حیاتم مثل داملو را ندیدم نشنیدم. گپ زنیش را بینیده؟ من تا حال چنین داملو را ندیدم و نشنیدم. Güzel aşık çevrimizi çekemezsin demedim mi? Bu bir rıza lokmasıdır, yiyemezsin demedim mi? Demedim mi, demedim mi? Gönül sana söylemedim mi? Demedim mi, demedim mi? Gönül sana söylemedim mi? Bu bir rıza lokmasıdır, yiyemezsin demedim mi? Bu bir rıza lokmasıdır, yiyemezsin demedim mi? Yemeyenler kalırını açar, gözlerinden kanlar saçar. Bu bir demdir, gelir geçer, duyamazsın demedim mi? Bu bir demdir, gelir geçer, duyamazsın demedim mi? Demedim mi, demedim mi? Gönül sana söylemedim mi? Demedim mi, demedim mi? Gönül sana söylemedim mi? Bu bir demdir, gelir geçer, duyamazsın demedim mi? وای وای هجری چی استعداد زیبا داشته ای پسرم. بسیار خوب خوندی این نعت رو. استاد من با شما قهریم، مرا خفه کردید. استغفرالله، تو خفه نشو، ناراحت کردم. استاد من شما رو بسیار ناراحت کردم، حقتون را حلال کنید. هیچ گپ نیست هجری جان، چرا ناراحت شوم؟ وظیفه تو سوال پرسیدن، کار من باشد با سوال ها جواب دادن. همه ما وظیفه داریم. اخی کنی پرس، چی پرسیدنی بودی؟ نه استاد من هیچ چیز پرسیدنی نبودم. نه استاد. زیبای کنی پرس سوالت رو. نه استاد، نه نمیپرسم. پرس بخدا نمیپرسم استاد. مایلش نپرس، رفتیم. استاد مایلش خیر یک سوال میپرسم استاد. استاد همین با زبان روسی گپ زدن مگر گناه است یا اینکه نه؟ کنش نه گناه. زاغ سیاه این زاغ سیاهش کیست؟ من مراق کردم. نه آخر دویم نامش رو میشنویم و کی میشد؟ عاشق زهرا. هم زهرا رو از دستی مافیا نجات داد و هم رسمی از مادرش مانده رو یافته آورد. شخصی که عاشق نیست مگر این رو کرده میتواند؟ بس است. تو چی گفتنت را خوب بدان. تو چی گفتنت را میدانی ها؟ فرخ بگو دم شگیرد. تولی این رو تسیاه کنم بس که واهیمه کنی را. مگر من واهیمه میکنم ها؟ واهیمه نیست. من یگون چیز نمیگویم. تمامی محله این گپ رو گپ میزند. هیچ کس حالا گپ نزده است. خیر چرا من میشنوم؟ مادامی که میشنوید چرا این رو این کار نمیکنید ها؟ من بازی آیله دار میشوم و شما این رو میدونید و دیده دانسته خیلی میگویید. تا شمال نشود برگ درخت نمیجنبد. من زیا رو دوست میدارم. کسانی که این رو برداشت کردن نمیتوانند تهمت نکنند. بس است. بس گفتم. در این خانه غوغا و جنجال تماما نمیخواهم. مرا فهمیدید؟ زهرا هفته دیگر تو باز زیاد توی میکنی. مرا فهمیدی؟ این خیل دوام کند دهانی خیل تومتشا خاموش نمیستد. مالش بابا جان. با مالش گفتن نمیشد. زیارا فریاد کن با او گپ دارم.
لحظه تو چقدر امشب مرا شرمنده کردی اونال در نزد همه شرمنده شدم آخر عزیزم خب اونال گپ نزن حقیقت رو با من میگفتی چی میشد از این بدتر میشد مگر عزیزم گوش کن در حقیقت چه خیلی که تو فکر میکنی این خیل نیست در اونجا نگذاشت که فهمونم عاقبتم این خیل شد این زاغ سیاه کیست این زاغ سیاه کیست این زاغ سیاه کلتاکلاس چی کلتاکلاس باز کلتاکلاس حالا هم همین کلتاکلاس نمورده است وای نمورده است من چی کار کنم گناه من چی اونال به خونه نمیده روی رفت در کارخانت خواب رفت دفت شب بله اکرم بخیر است شوکت برادر من در حیات تو شخصی زیادتی هم دویم رو میگویی که انا اکنون میرم تمام از خفای زندگی هم میشوم تو هم از خفای زندگی شو شوکت اکرم راست شو سر ویران کردین یکی این خیلی سفسطه نگوی اینجا شین گوش کن برادرم با هیچ کجا نمیره مالش چون که تو برادری من هستی فهمیدی با من نگاه کن با من نمیگذارم تو رو با هیچ کجا نمیره مالش برادر گپ‌هایی که تو گفتی عزیزونی آدم میزند اوسو میبروید من هم اونقدر بیناموس نیستم خیر مالش عذر میپرسم اما ما یک دیگرمان رو این خیل گپ‌های وزنین هم گوییم در حیات ما این خیل برآمده رفتن نیست اگر تو رو رنجانده باشم در حقیقت خفه نشو بسیار روزهای وزنین رو پس سر کرده ایستاده ما خیر اگر تو هم مرا پرتوفته رفتنی باشه بیرو با هیچ کجا نمیروی فهمیدی خفه نشو تو هم مرا ببخش برادر مایلش برادر اینش چیه؟ کنی زود این رو جمع کن چشمم نبیند عصبم بیرون میشود حالا که کمیسر اونال نیست رفته احمق اکرم رو دیده بیایم تو باشی یک چوی گذار اومده می نوشه میلش دومولو من هم نو شما رو جغ زدنی بودم آقای اکرم شما رو انتظار است بخیر است آخی رسم مادری زهرا رو کمیسر اونال یافته است گفته بسیار خرسند شده بودیم کو خیر اون رو کمیسر اونال نیافته است زاغی سیاه یافته است یا بلا با سرمون آمد عجبا با سرمون چی می آمده باشد این آقای اکرم باز حالا نگوید که تو در کار نیستی زهرا رو با زاغ سیاه آیله دار میکن مرحمت شام بخیر شب بخیر اینجا گذر دامولا و تو یک خبری خوش دارم بله جناب این خبر خوش چی بوده است؟ آخرین هفته توی میکنیم دیدم شما سراسی من نیستید زود قرار توی کردن را گرفتیم چند هفته شد میگویم که تاریخ توی را گویید از شما یگان صدایی نیست این هفته توی داریم یگان ناراضگی نمیخواهم تیاری ها را زود سر کنید بله جناب چه که میخواهید بله توی میکنیم یک توی با دبدبه میکنیم خونو کرده بیمار شوم و از فاتحه کرده نجات یابم گویی اگر بیمار شدن بسیار فکری خوب نیست دیر بیازد همه دختر شوهر میکند با فکرم دلکت آنقدر نمیکشد نه الکی وقتش آمده است پس چرا غمگینی؟ یعنی با دومولو زیاد فاتحه میشوی با شخصی که دوستش میداری یگون مشکلی داری؟ یگون مشکلی ندارم سمی جان غیر از این غمگین هم نیستم تنها از حادثه در بگاه رخ دادن ناراحت شدم همین قدر اگر این دختر دومولو زیاد را دوست ندارد پس چرا قرار اویل داشتن را گرفت؟ چه مقصد دارد من نفهمیدم سلام بیا زیاد سلام هوا خنک است در این هوا بیرون نمیبرم دیزل رو در کجایت شما؟ چند وقت شما رو میکوبم حاضر دویم بر ببرید چشم نرسد
چی زیبا مانند روزهای پیشین. من به بیرون برآمده بودم، سمی هم به بیرون برآمده است. در یک جا هستیم کو ملیس جان، از همین سبب در باغچه روبرو شدیم. عجیب است نه؟ یعنی گذشته رو یاد نمی کنیم. چرا ناتوب شدی زهرا جان؟ نه آخر چرا برای این را شهر دادن خود را مجبور حس میکنی؟ زهرا تو را بازاق سیاه فریب دارد داملا زیا. حالا تو خوب رو باز چی فکر داشته باشد این روباه بشره؟ سمی جان بیا به خانه درویم. اینجا بسیار خنک شد. هم عروس و شهی آینده میخواهند تنها مانند. ها چرا نه؟ شبهای خوش. با فکر من در خونه که بسیار نیستیم. شب خوش. شب خوش. زیباترین ناحیه تاجیکستان. ابا چه ناحیه در روز ایوخی؟ ایرو تون سیاقتی همیز کنواردی ساختگی تونه که این سمی از کو همه خیلی بدش میبینم که خودم رو برای سر و بینیش رو شکستم به زور میدارم. برادر همی گپ همه گویی هیچ کارش نمیکنی. برا بی بخی بیرو است تو بیرو گپایش آدم رو سراخ کرده میگذار. بگذار این خیل باشد یا خدایا تو واهمه نکو برادر. آخر در نتیجه تو با زهرا توی میکنی. بگذار کار نگیره چی کاری میکنن. یا خدای توبه خیر با زهرا نکاح میکنم چی میشود؟ دختر زاغ سیاه رو دست میدارد. ابا برادر زاغ سیاه تو هستی آخر بازم میخیل میگویی؟ ها آن زاغ سیاه منم اما دختر این رو نمیداند. این رو بینید این گشته و برگشته باز موضوع رو تاب داده به این مسئله برمیگردد. زاغ سیاه تو هستی. ای شوکت دختر من رو دوست نمیدارد. وقتی دست به دست شدمون یگان چیز هیچ نمیکند آخر. ای بیا مانه یک کاری کرده او رو از زاغ سیاه دور کردنمون لازم. رفته با دست خودم با او عاشق کردم دختر رو. برادر به تو یک مسئولیتی برادرانه میدیم. به نزد دختر رفته میگویی معنی میز دامولا سیاه. I love you زهرا. ای تو هم دمت رو گیر. زبان انگلیسی رو مانند کودکان میدانی باز مرا مسخره کرده ایستاده ای. خوب شد که آمدید. من هم شما را بسیار دیدن میخواستم. رسم مادرم را شما یافته بودید. بسیار منت دارم رحمتی کلان. خانم زهرا من اینجا برای رفتنم را خبر دادن آمدم. نفهمیدم. از اینجا ها میروم. با کجا میروید؟ چرا میروید؟ گوش کنید. با کجا میروید؟ نروید لطفاً. تا اونه که شما را در اطرافم میبینم خودم را در بی‌خطری حس میکنم. خانم زهرا با فکر من شما با نزدیکی نگاه میشوید. وضعیت رو وزن‌تر نکنید. یک دقیقه ما این قرار رو 91 ساعت پیش دادیم. شما از کجا میدانید که من توی میشوم؟ احمق نافهم. از کجا دانستن من شرط نیست. در نتیجه شما را فتح کردم. روز توی میشوید. خودتان گفتید. اما وضعیت خیلی که شما میدانید این خیلی نیست. لطفاً خانم زهرا وضعیت رو هم برای خودتون و هم برای من مشکل تر نکنید. من با فتح شده دیگر کس این خیل با خوردنی ها رو زیبانده نمیدانم. مرا از زندگیتون بیرون کنید. دیگر من به اینجا نمی آیم. و داملا زیا آیله دار شوید. او بسیار آدم خوب است. او را دوست دارید و دوستداری ارزنده است. ایست نرم زاغ سیاه نرم ایست نرم خواهش میکنم. مرا تنها نگذار. همش رو به تو میفهمونم.
است.